سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من سبا. امروز قراره در مورد زبان بدن صحبت کنیم. زبان بدن هر کسی نشون میده که اون فرد چقدر به خودش اطمینان داره. حتی از چهره بعضی از افراد هم میشه اینو فهمید که خودشون هم قبول ندارن. طوری خودتون رو نشون بدین که انگار هر موقعیت رو میتونید مدیریت کنید و بر اوضاع کاملا مسلطید. اگر اعتماد به نفس رو توی ظاهرتون نشون بدید و از زبان بدنتون به خوبی استفاده کنید، نه تنها حس بکنید از پس هر چیزی برمیاد، بلکه دیدگاه دیگران نسبت به شما تغییر میکنه و به تواناییاتون اعتماد میکنه. 10 زبان بدن که شما رو کاریزماتیک نشون میده. اول اینکه از ارتباط چشمی نترسید، قوز نکنید، لبخند طبیعی به لب داشته باشید و قبل از حرف زدن فکر کنید. خودتون رو مشتاق شنیدن نشون بدین. از نشون دادن خود واقعیتون ترسی نداشته باشین. اکت اضطراب و استرس نداشته باشین مثل تکون دادن پا. خودتون رو برتر از دیگران ندونید، مسخره نکنید. هنگام صحبت کردن از دستاتون کمک بگیرید. خشم خودتون رو با نفس عمیق کنترل کنید. قرار دادن دست روی دهان توی این تصویر یکی از عاداتیه که ما رو به یاد دوران کودکی میندازه. یادتون هست که در کودکی زمانی که میخواستید چیزی رو به زبان نیارید دستتون رو روی دهانتون میذاشتید. این روش در بزرگسالی هم رخ میده. قرار دادن چند انگشت، تمام دست و یا مشت روی دهان به شما کمک میکنه که کلماتی که نمیخواید رو به زبان نیارید. معمولا شخص سعی میکنه این کار رو به شیوهی انجام بده که شبیه یک سرفه کردن معمولی به نظر برسه و با سرفه اون رو پنهان میکنه. در نتیجه شخصی که حین صحبت مدام چند انگشت، تمام دست و یا مشت خودش رو روی دهان میذاره سعی در پنهان کردن موضوعی داره. حالت شیبدار دستها در تصویر میتونه میزان اطمینان فرد رو نشون بده. در حقیقت افراد مطمئن از خود و صاحب مقام یا اشخاصی که از حداقل علائم بدن استفاده میکنن بیشتر این علامت رو به کار میبرن و با استفاده از اون حالت اطمینان خود رو نمایان میکنن. توی زبان بدن وقتی کف دست‌ها رو به هم میمالین به این معنیه که انتظار اتفاق خوبی رو میکشین. سرعت مالیدن اونها به هم نشون میده که چه کسی سود میبره. مالیدن آرام کف دست‌ها موذیانه یا فریبکارانه به نظر میرسه و ممکنه شما رو نگران و مضطرب کنه. توی این حالت مطمئن باشید هر نتیجه خوبی که ممکنه اتفاق بیفته به نفع کسی غیر از شما نیست. مالیدن سریع دست‌ها به هم نشانه هیجان، لذت، اشتیاقه. اگه کسی به شما فرصتی رو پیشنهاد کنه و در همون حال دستاشو سریع به هم بماله، مطمئن باشید پیشنهاد اون به نفع شماست. نشونه اصلی ارزیابی انتقادی حرکت دست به صورته، به طوری که انگشت سبابه به گونه اشاره میکنه و انگشت دیگه روی لبها رو میپوشونه و انگشت شست هم از چانه محافظت میکنه. مدرک دیگه‌ای که نشون میده این شنونده افکار انتقادآمیزی در مورد اون چه میشنوه داره اینه که پاهاش رو محکم روی هم انداخته و بازوهاش هم بر بدنش عموده، یعنی حالت تدافعی گرفته، در حالی که سر و چانش پایینه، حالت منفی، خصمانه این حالت ها رو داره. این زبان بدن همچین چیزی رو میگه که من از حرفای تو خوشم نمیاد، یا من مخالفشونم، یا دارم جلوی احساسات منفیمو میگیرم. این تصویر نشون دهنده لبخند بی موقع که باعث آزرده خاطر شدن دیگران میشه، به طوری که اونها فکر میکنن شما از چیزی خبر دارین و اونها نمیدونن. این تصویر این مفهومو میرسونه به ما که خانم‌ها وقتی در اطراف مردان جذابشون هستن بازوهاشون معمولا بازه، اما وقتی مردای غیر جذابشون رو میبینن دست به سینه میایستن. گزیدن لب میتونه نشونه احساس ترسی باشه که میخواین یه کاری انجام بدین یا وضعیت استرس‌زایی باشه که توی اون قرار دارین. نشستن در حالت پا روی پا به فرد مقابلتون کنترل داشتن بر اوضاع و بدون استرس بودن رو ابراز میکنه. معمولا حالت محبوب نشستن افراد قدرتمنده. راست ایستادن، راست نشستن و صاف راه رفتن افراد رو مطمئن و با اعتماد به نفس نشون میده و افراد با اعتماد به نفس خود به خود جذاب به نظر میرسن. دست دادن بسیار محکم نشون دهنده شور و اشتیاق و سلطه‌گریه.
هر وقت دیدین چشمای یه نفر برای لحظه طولانی تر از چشم به هم زدن متعارف بسته میشن، پیامش اینه که به حرف زدن خودتون خاتمه بدین. اون طرف خسته شده و دیگه نباید ادامه بدین حرف زدن رو با اون شخص. هر وقت دیدین کسی با لبای بسته داره به شما لبخند میزنه، به این معنیه که اون فقط برای ادای احترام این کارو کرده و بهتره که هیچ برداشت دیگه ای نکنید، مثل رغبت داشتن اون شخص برای نزدیک شدن به شما. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. اگه دوست دارین از این ویدیو بازم براتون بذارم، توی کامنت ها حتما بهم بگید تا با هم بیشتر با زبان بدن آشنا بشیم. دوستتون دارم. خدافظ.